خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه وصال الحق. با بخش دیگری از برنامه بازخوانی تاریخ صفوی ها در خدمت شما هستیم. قسمت مربوط به شاه اسماعیل صفوی طولانی شد، چرا که این فرد جنایات عظیمی رو مرتکب شد. هیچ عیبی نداره اگر ما بر روی شخصیت و کارهای این فرد بیشتر توقف کنیم، چرا که تأثیر او و تأثیر اعمال او تا امروز بر روی ایران و ایرانی هست، بلکه تأثیر کاراش بر کشورهای جهان اسلام هم سایه افکنده. لذا خوبه باز بیشتر در موردش بدونیم و از تاریخ عبرت بگیریم. شاه اسماعیل بعد از گرفتن آذربایجان، تا اینجا براتون گفته بودیم که آذربایجان گرفت، شیروان گرفت و بالاخره منطقه آذربایجان خودش یک کشوری بود، یک منطقه بزرگی بود، هرچند که ویرانش کرد، ولی به هر حال باز هم یک سرزمین بود و کم از کم خودشون دیگه داشتن زیاد می شدن. قبایل آناتولی، قبایل ترک آناتولی و تاتار آناتولی داشتن می اومدن و وحشیان به دولت نیاز دارن، لذا یک دولتکی تشکیل دادن. دولتی، نه یک دولتی برای تمدن، ولی دولتی برای کارهای خودشون. خود شاه یک وکیلی داشت که وکیل از وزیر بالاتر بود، حسین بک شاملو، میگفتن نفس نفیس همایونی، وکیل نفس نفیس همایونی، و همه کار بود دیگه، فرمانده کل قوا بود و طراحی جنگی رو هم انجام میداد. حسینی، آقای حسین بک، تقریبا پدر روحی شاه اسماعیل بود. شاه اسماعیل که یک آدم بی پدر مادر بود دیگه، اون کوچیکی اینا بزرگش کرده بودن و این به عنوان پدر روحیش بود و این خیلی برایش عزیزم بود. این مقام بالاترین مقام بود در دستگاه اینها. بعد از مرگ این رسید به نجم الدین رشتی که یک زرگر بود و قاب شاه اسماعیل دزدیده بود و به این مقام بالا رسید. وقتی که در رشت بود، گیلان بود، با این آدم، با شاه اسماعیل اینها و با دستگاه شاه اسماعیل آشنا شد و باشون حرکت کرد و کم کم بالا رفت تا به این مقام رسید. وزیر اقتصادشون کججی بود که همون آدمی هست که از دستگاه سلطان یعقوب فرار کرده بود و در اختلافاتشون و به اینها پناهنده شده بود. اصلا بود سنی شافعی، ولیکن دیگه از بعد حادثه به اینها اومده بود و این همون کسی هست که وقتی تبریز گرفته بودن بهش نصیحت کرده و شاه اسماعیل که فعلا مردم سنی ان اعلان نکن مذهب اهل شیعه رو، ولیکن شاه اسماعیل گفت که من از روح اماما استمداد میگیرم و امر شدم به من و این کار باید بشه. این همون آدمه. این بود دیگه، چون که بقیهشون سواد نداشتن، بقیه وحشیایی که از آناتولی اومده بودن، از صحراهای مرکزی ترکیه امروزی اومده بودن، لذا مجبور شدن که آقای کججی رو بذارن به عنوان وزیر دیوان که محاسبه هم یک چیزی رو بالاخره هم دزدان باید یک حساب کتابی می داشتن و اون حساب کتاب اینا نمی‌رسید. وزیر دادگستریشون دیگه، البته یا وزیر امور مذهبیشون بگیم، وزیر عقیدتیشون بگیم، همون معلم آقای
شاه اسماعیل بود در گیلان به نام ملا شمس لاهیجی. گیلانی ها بر مذهب اینا نبودن. خب این چون که اونجا بزرگ شده بود، یک همین دو سه تا اوباشا باش اومد بودن و این ملا شمس لاهیجی یک ملای مکتب بود. وقتی که ایشون شد وزیر اوقاف و وزیر نمیدونم دادگستری، آقا یک کتاب هم نداشت که بر روی اون، یعنی اینها اصلا کتاب نداشتن. الحق نیازی هم به کتاب نداشتن. آدم کشی و قتل و غارت و سوزاندن و آدم خوردن و فوش دادن که کتاب نمیخواست. و این بیشتر مسئول همین گروه هایی بود که تبر نمیجستن از صحابه و فوش میدادن، تبر به دست بودن و نفرت خود اعرام میکردن از صحابه و زنهای پیامبر، زنهای گرامی پیامبر عزیز ما، و اینها در کوچه ها راه میافتادن و هر کسی که با این همراه نمیشد میکشتن. این دیگه رئیس همینا بود، دادگستریشون همینقدر بود. به هر حال این دولت برای این تشکیل نشده بود که مملکت رو آباد کنه، فقط یک بالاخره گفتم وحشی هم دولت میخوان. اینا یک چیزی که درست کرده بودن. بعد از این شاه اسماعیل آروم ننشست، تصمیم به حمله به بقیه ایران گرفت. گفتیم فقط آذربایجان تو دستش بود. البته هنوز کار آذربایجان هم تموم نشده بود. آذربایجان فقط همین مناطقی که در دیار بکر است، اونجاها هم مناطق کردنشین فعلی ترکیه هم دیگه همش یک منطقه حساب میشد. اون مناطق هم دیگه ملحق بود با آذربایجان. وقتی که الوند بیگ از این شکست خورد، اون که به اصطلاح تبریز براش گذاشت، رفت در ارزنجان. ارزنجان دیگه یک منطقه از نزدیک، الان بگم کجاست، تقریبا 380 کیلومتر از مرز بازرگان دوره و تقریبا 680 کیلومتر یا کم و بیش از آنکارا دوره، یعنی وسط آنکارا و مرز ایرانه. تا اونجا ایران بود. گفتم همین وقت در جنگ چالدران این مناطق باخت. اینجا دیار عجم حساب میشد، سرزمین عجم ها حساب میشد. حالا درسته که در 4-5 دولت بودن، اما شناخته میشد سرزمین عرب جدا بود، سرزمین روم جدا بود، سرزمین عجم جدا بود تو تاریخ. این از مناطق عجم بود. به هر حال این الوند بیگ رفت ارزنجان که دیگه دور بود، نزدیک مرز ترکیه هم بود، ترکیه عثمانی اون روز. شاه اسماعیل دیگه اینقدر میدونست در این کار زرنگ بود که باید دشمن رو زخمی ول نکنه. در پی اون راه افتاد به ارزنجان، از تبریز اومد بیرون که کار الوند بیگ تمام کنه. الوند بیگ که میدونست جلوی این نمیتونه مقاومت کنه، یک اگه نقشه رو بتونن دوستان باز نشون بدن، یک نیم دایره زد از جلوی این فرار کرد، ولی فرار به جلو از راه نخچوان. وقتی که شاه اسماعیل اومده ارزنجان که ایشون رو دستگیر کنه یا بکشه، این از دستش فرار میکنه و فرار به جلو از راه نخچوان خودش میرسونه به تبریز. به تبریز فتح میکنه، چون تبریز دیگه حالا شاه اسماعیل نبوده. به اصطلاح قایم موشک بازی بود دیگه، بوده به این صورت کار کرده که اینم از نشانه بی تدبیری الوند بیگ بوده، چرا که مردم تبریز رو به عذاب دوم دچار کرد. مردم تبریز که نمیدونن چه خبره، فکر کردن که الوند بیگ دوباره شهر گرفته، خوشحال شدن. همون جنایت هایی که شاه اسماعیل انجام داده بود مردم تبریز رو شوکه کرده بود دیگه. از دیدن قبلا اونا اونقدر از این حکومت الوند بیگ راضی نبودن، اما دیدن نسبت به شاه اسماعیل این آدم فرشته است. شهر آیین بستن، شادی کردن، خوشحالی کردن و قزلباشایی که تو شهر مونده بودن از طرف شاه اسماعیل همه رو گرفتن کشتن. از اون ور شاه اسماعیل رو خبر دادن که ای دل غافل که در پشت سر پایتخت تو رو دوباره الوند بیگ گرفته. به سرعت خود رسوند. در این کارها سریع و مصمم بودن. به سرعت خودش به تبریز رسوند و الوند بیگ بازم دید که زورش بهش نمیرسه، جنگ نمیکرد، چون که روی خودش کاملا باخته بود از وحشیگری ها اینا رو کیده بود و این کار بی‌عقلانه رو انجام داد که دوباره در تبریز اومد، مردم تبریز رو در عذاب علیم دچار کرد و دوباره مردم تبریز رو تنها گذاشت و فرار کرد. رفت به طرف مرز عثمانی یا به کردستانی که الان جای کردستان عراقه و شاه اسماعیل موند و مردم تبریز. اون وقتی مردم تبریز شهر تسلیم کرده بودن، اینطور قتل عامشون کرده بود. وای به حالی که حالا شهر تبریز خوشحالی کرده از اومدن پادشاه سابق و قزلبازا رو کشته، قزلباش ها رو، اونایی که در اونجا بودن. معلومه که با این شهر چیکار کرد. شهر تبریز که یک شهر بزرگ و آباد در طول تاریخ بود رو به طور کلی از کمر نصف کرد و خیلی از مردم شهر رو باز قتل عام کرد و شهری که
شهر شد جایگاه و جولانگاه تاتارها و همین نفرهایی که همراه شاه اسماعیل از خارج از ایران اومده بودن، از خارج از مرزهای ایران. گفتم مرزهای ایران 380 کیلومتر از مرز فعلی دور بود، باز اینا از اون ورتر اومده بودن از وسط ترکیه. اونا البته خودشون فراری از ترکیه بودن و ترکیه عثمانی با اونا بد بود، یعنی اینطور نبود که چون که بد مذهب بودن. مذهب اونها مذهب، گفتم دیگه تکرار نمی کنم، مذهب اباحیگری بود، یعنی حلال خدا رو حرام و حرام خدا رو حلال کرده بودن. ریش ممنوع، سیبیل آزاد، شراب خوردنش واجب بوده، نه اینکه نخوردنش واجب باشه، همچین مذهبی بود. بعد از این شاه اسماعیل که از اون فارغ شد، شما گفتم به شما که در اگر بخشای پیشین دیده باشید به شما گفتم که آقایون لوها بعد با هم جنگیدند و دو گروه شدن. یک گروه شیراز پایتختش بود، یک گروه آذربایجان. یعقوب در آذربایجان بود، برادراش پسرعماش در شیراز بودن. وقتی که به مراد بیگ نوه اوزون حسن خبر رسید، حسن دراز به اصطلاح، که اونم دیگه از همین خاندان بود اما در شیراز پادشاهی مستقل داشت، اصفهان هم در دستش بود، همدان هم در دستش بود و خیلی شهرهای دیگه، شوشتر و کرمانشاه، کرمان، هرمز، خیلی خیلی شهرها در دست مراد بیگ بود. مراد بیگ حالا که دید پسرعموش اینطور فراری دادند و شهر تبریز خراب شد، دیگه فکر کرد که تبریز مال خودمانه. لشکر کشید به طرف تبریز که به جنگ شاه اسماعیل بره، غافل از این که شاه اسماعیل از اون دشمنایی نیست که آروم بگیره. اینا به همدان که رسید خبر به شاه اسماعیل رسوندن و شاه اسماعیل حمله دوم رو خود به داخل ایران آغاز کرد، یعنی از آذربایجان سرازیر شد به طرف همدان. در همدان جنگی با مراد بیگ کرد و مراد بیگ رو شکست داد. من به شما خواهم گفت که یعنی آدم از حق نگذره، سربازان شاه اسماعیل یک شجاعتی داشتن و سلحشورانه جنگ میکردن. علتش چی بود؟ به شما خواهم گفت. مراد بیگ فرار میکنه، میاد در شیراز، همدان میذاره، اصفهان میذاره، برمیگرده به پایتخت خودش. از این معلوم میشه که نمیدونسته داره چیکار میکنه، یعنی درست این بود که یک خاکریز دوم درست کنه، مثلا نزدیک اصفهان یا در لرستان و باش بجنگه، اما رفت شیراز و منتظر شد که ببینه سرنوشت چه میکنه. و شاه اسماعیل البته منتظر نشد و از همدان بعد از اینکه تاراج کرد اومد طرف اصفهان و اصفهان رو بدون اینکه جنگی بکنه، چرا که پادشاه فرار کرده، اصفهان گره و اصفهانی که یک شهر بزرگ اهل سنت بود رو به طور کلی ویران کرد، مسجدها را از بین برد، علمای شهر همه را کشت و چیزی جنایت که تونست انجام داد و خیلی از زنها و بچه ها هم از دست این مرد در امان نشدن. منتها اصفهان یک شهر بزرگ بود و به شما گفتم مردم اون دوره ما، دیگه تکرار نمی کنم، گناهانی داشتن که خداوند اینها رو به این مصیبت دچار کرد. عده‌ای از بزهکاران شهری باش همراه شدن و میدونید که حتما شهر دیگه حتما آدمای لات زیاد داشته، گمان اینجور میاد. یه عده با اینا همراه شدن، یکی از اونا به نام حسن بنا بود که وقتی به دستگاه اینا اومد دیگه حسن معمار شد، چون که این اصفهان رو داد شاه اسماعیل به داماد خودش، شوهر خواهر خودش دورمیش خان، گفت این از تو، مستقل همه رو برش داد و اونم دیگه خودش وقت نداشت که شهر اداره کنه، از خود مردم شهر همین حسن معمار پیدا کرد و ایشون جانشین خودش کرد و خودش همراه شاه اسماعیل حرکت کرد. به هر حال بعد از ویران کردن شهر از شهرهای دهات اطراف، شاه اسماعیل بر سیاست همیشگی خودش فهمید که باید مراد بیگ هم ول نکنه. الوند بیگ که فراری داد دیگه، الوند بیگ سال بعد مرد، اینم به شما بگم، الوند بیگ دیگه وقتی که فرار کرد از تبریز در ارزنجان مرد و دیگه هرگز در این فکر نیفتاد که با شاه اسماعیل بجنگه و شاه اسماعیل از اون خیالش راحت شد. حالا به پسرعموش یعنی شاه مراد بیگ حمله میکنه، اصفهان گرفته میره شیراز. شیراز که میره باز مراد بیگ با جنگ نمیکنه، روحیه خودش میبازه. یکی از وحشیگری شاه اسماعیل، یکی از بی‌لیاقتی خودش و یکی هم از به اصطلاح شجاعت سربازان شاه اسماعیل و فرار میکنه میره شوشتر، از اونجا میره به عراق امروزی بغداد، که در اون وقت هم بغداد از شهرهایی بود که تحت تصرف مراد بیگ بود. این توجه داشته باشید، بعضی از این به اصطلاح به قول خودشون ایران دوستا همیشه
میگن عربا اومدن ایران رو گرفتن و از این حرفا، در حالی که مرکز خلافت خیلی وقتها، یعنی بغداد خیلی وقتها در دست ایرانیا بود، مثل همین دوره شاه اسماعیل. مراد بیگ درست اینا خودشون هم ترکمن بودن، ولی ایران که اکثرا به وسیله ترکای ترکمنا اداره شد، منتها زبانشون فارسی میشد و به ادبیات فارسی خدمت میکردن. اینقدر که ترکا به ادبیات فارسی و زبان فارسی و به فرهنگ ایرانی خدمت کردن، خود ایرانیا شاید که نکردن، غیر از شاه اسماعیل که از وحشی‌ها بود. به هر حال اون آقا فرار کرد شوشته رو، مراد بیگ رفت و به عراق و منتظر شد تا یعنی در فکر چاره نمی بودن، معلوم بود که پادشاهان بی‌لیاقتی بودن، منتظر میشدن تا شاه اسماعیل دنبالشون بیاد و در عراق منتظر شد و شاه اسماعیل از فرصت استفاده کرد و از شیراز جلوتر نرفت، بلکه نفرهای خود فرستاد و شهرهای اطراف رو یکی یکی تصرف کرد. یه گروهش رفتن کرمان گرفتن، شهر با آتش کشیدن و در خود فارس از همه بیشتر جنایت کردن. چرا؟ خود شیراز و شهرهای فارس شهرهای مذهبی بودن. البته مذهب همون مذهبی که صوفی‌ها دارن، صوفیگری خیلی رواج داشت، قبرها خیلی رواج داشت، گفتم یه دفعه براتون. به هر حال همه اینا رو خراب کرد، قبرهای بزرگان اهل سنت رو همه رو خراب کرد، مساجد آثارشون از بین برد و به اصطلاح بعد رفت شهرهای اطراف هم شهرهای مذهبی بودن، اونایی که قبول نمی‌کردن تسلیم نمی‌شدن و تسلیم هم می‌شدن، جنایت خود اینا انجام میدادن، بزرگان رو می‌گرفتن و به اصطلاح می‌کشتن یا کارهایی می‌کردن که حتی به عقل درست در نمی‌اومد. در یکی از همین شهرهای فارس یک ملا رو، زن و دخترش رو آوردن، لخت بر سوار خر بستن، گفتنش در تلویزیون هم شاید چندانچه نباشه، اون به حالتی برش درست کردن که ملا رو گفتن که اگر فوش به خلفای ثلاثه و حضرت عایشه نمیدی ما نمیدونیم چی کار میکنیم. که اون ملا اینطور خود باخت که گفت که اگر شما بخواید من حتی خدا رو هم فوش میدم، دست از سر من بردارید. این در کتب تاریخ این هم چیزایی نه چی شده از جنایت اینا. بعضی از شهرهای فارس رو به طور کلی از بین برد. مثال شهر لاغر یک شهر است که شما اگه کتابای جغرافیایی قبل از صفوی‌ها رو ببینید، نام این شهر هست به عنوان یک شهر آباد و پر رونق که در مسیر کیش و شیراز بوده، یعنی جاده های بندری که روبروی کیش بوده، بندر هزو به نظرم بود. حالا قلعه عبیدالله است، مردم جنوب شاید بدونن کجاست، میگن حالا قلعه عبیدالله در اونجا است. از اینجا کاروان‌ها میرفت، از شهر لاغر رد میشه، اینطور که کتب جغرافیا اومده، میره به فیروزآباد، از فیروزآباد میرفت به شیراز. مناطق آبادی بود. حالا همون مناطق شافعی مذهب هستن. توجه کنید که تمام مناطقی که حالا شاه اسماعیل گرفته همشون شافعی مذهب بودن. از تبریز شروع کن تا شیراز و تا لار تا فیروزآباد، اینا تا هرمز، اینجا شهرها رو همه رو تسلیم کرد و تا کرمان حتی، اینا همه شافعی مذهب بودن. و در بعضی شهرها اینطور جنایت کرد، مثلا در فیروزآباد، که نه فقط همه مردم کشت که سگ و گربه هم کشت. گفت که اینها سگ و گربه سنی هستن و باید که کشته بشن. کازرون که یک شهر مذهبی بود و شافعی مذهب بود به راحتی تسلیم نشد و همین تسلیم نشدن براش خیلی گرون شد. زنا و بچه‌هاشون کشته و اسیر شدن و مرداشون، اونایی که تو شهر بودن همه از بین رفتن مگر کسی که تونست فرار کنه، و از اینجا بره. به هر حال شاه اسماعیل شهرهای دیگر فارس را به همین صورت و کرمان و یعنی سناریوی جنایت خود را در همه شهرها تکرار کرد. اما علت اینکه شاه اسماعیل قتل عام می‌کرد چی بود؟ خود شاه اسماعیل به نظر میاد اون 7 نفری که شورای مشورتی شاه اسماعیل بودن، اینو من به شما نگفتم، در دولت این 7 نفر همون 7 خلیفه که با هم متحد شده بودن، شاه اسماعیل رو بزرگ کرده بودن به نام اهل اختصاص، اونها به نظر میاد که آدم‌های تئوریسیانی بودن و حقیقتاً بودن دیگه. اونها به اصطلاح مردمی بودن که به عقیده خود به اصطلاح علمی عقیده داشتن، به چیزی که عقیده داشتن. فکر کنم مثلا کمونیستا بودن اما علمی کمونیست بودن. کمونیست که نبودن، گفتم صوفی‌ها بودن و وحدت الوجودی‌ها بودن، مردم گمراهی بودن. ولی جالب این است که این 7 با هم متحد بودن. یک علت پیروزی اونها که ما شما باید درس بگیریم این است که 7 تا انسان منحرف و گمراه برای یک هدف متحد شدن و در این راه با هم نجنگیدن. وقتی به قدرت هم رسیدن
یعنی به هدف خودشون مصمم بودن ما حق رو بگیم. علت پیروزیشون یکی این بود که این مردم هدف برایشون مهمتر بود از پول دنیا. امروز و دیروز ما میبینیم خیلی از گروه های اسلامی وقتی که کاری میکنن به یک جا میرسن، سر مال و سر مقام به جون هم میفتن. هدف برایشون اونقدر مهم نیست. ببینیم چرا عیب خود رو پنهان کنیم. ما حتی میتونیم از گمراهان مثل اینها درس بگیریم اگر کار خوبی انجام دادن. این 7 گویا آدمای عقیدتی بودن، چون میدونستن که ملت رو نمیشه، یک ملت رو نمیشه که مذهبش رو اونم 100% عوض کنی. حالا فکر کنید در ایران مردم حضرت علی رو چقدر دوست دارن. یه گروهی بخواد بیاد که ملت ایران رو بگه که شما باید حضرت علی رو فحش بدید، آیا این ممکنه؟ تنها یک راه ممکنه، این است که خصوصا که اگه طرف مقابل کم باشه، طرفی که دشمن حضرت علی است، مثال دارم براتون میزنم، باید که این مردم رو قتل عام کنه تا بتونه کنترل کنه. چرا فرض کن اگر مردم فیروزآباد و کازرون و لاغر و شهرهای دیگر رو در فارس و شیراز و اصفهان رو قتل عام نمی‌کرد، مردم شافعی مذهب رو قزلباشی که زیاد نبودن، اگه از شهر می‌اومدن بیرون همشون رو دوباره اینا می‌گرفتن می‌کشتن یا قیام می‌کردن. این دفعه دیگه حواسشون جمع بود که مسئله مرگ و زندگی است. اگه دیروز به شاه اسماعیل تسلیم شدن، اون موقع که خبرها که نمی‌رسید به این سرعت، اگه کاری مردم شاه اسماعیل در تبریز انجام داده بود، به مردم شیراز و اصفهان به اون صورت نرسید که باید برسه. لذا مردم تسلیم می شدن، غافلگیر شده بودن ملت ایران. اگر که یک دفعه دیگه به اینا فرصت داده می شد، شاید که به راحتی تسلیم نمی شدن. لذا این فرصت به اینا ندادن. علت قتل عام‌های پی در پی که به شما گفتم قبل از صفوی ملت ایران 40 میلیون بود، یعنی باید بعدش به 300 میلیون می رسید. مثل که حالا هندی‌ها اینقدر زیادن یا پاکستانی اینقدر زیادن، مگه ایران چی کم داشت که زیاد نیستن؟ حالا خب علتش قتل عام‌هایی است که از زمان صفوی شروع شد. در زمان قاجاریه ملت ما 6 میلیون بود. وقتی که آقای پهلوی اول رضا شاه اولین سرشماری رو تو ایران انجام داد، مردم ایران 15 میلیون بودن، سرشماری رسمی. چطور میشه که 40 میلیون بشه 15 میلیون؟ خب اینا همه رو کشتن. گفتم بعضی شهرها رو به طور کلی از بین بردن. به خاطر این از بین بردن که مردم دیگه سر بلند نکنن. و به نظر میاد که برای ریشه‌کن کردن مذهب شافعی و مذهب اهل سنت در این مناطق و رویاندن مذهب شیعه هیچ راه دیگه نبود جز این بیرحمی وحشیانه. البته این بیرحمی باید که نتیجه هم نمیداد، چرا که برای تیمور و برای چنگیز نتیجه نداد. منتها ما اینجا یک بدبختی دیگه پیدا کردیم، اون است که عالمای عرب شیعه که سالها اینا شیعه بودن، چون شیعه اصلا از عربا آمده، این مردم ایران، حالا من نمیخوام حالا مسئله عرب و عجم چی کنم، این سوغات اوناست که به ما آوردن. مثلا قومی‌ها شیعه بودن، عرب بودن، از کوفه فرار کرده بودن. مردم ایران مردمی بودن که حدیث‌های پیامبر نوشتن، بخاری داشتن، مسلم داشتن، ترمذی داشتن، ابو داوود داشتن. مردم ایران اسلام رو خوب فهمیده بودن. بدبختی دوم ما این بود که حالا بهش میرسیم که یعنی شاه اسماعیل با همه وحشیگری نباید میموند، بعد از مرگش باید مذهبش از بین میرفت. ولی من تا این مذهب این رو علمایی که شیعه عرب که بودن از لبنان اومده بودن این مذهب رو تزریق کردن و این مذهب رو ساختن به این صورتی که امروز شما بهش گرویدید. حالا بهش میرسیم. به هر حال علت کشتن اینجوری بوده که این ملت ایران رو میکشت برای این بود که میتونست اگه از شهر بره بیرون و شهر بتونه کمر راست کنه دوباره سنی میشه. لذا همه شهرها قتل عام شدن و من تعجب میکنم از کسایی که خودشون رو ایران دوست میگن، خیلی لجن میگیره و خیلی عصبانی میشم که چگونه این تاریخ رو نمیبینن، تاریخی که خود اونا نوشتن و افتخارم نوشتن. این تاریخ دشمنان اونا نیستا. چیزی که دارم به شما میگم هیچ کس نمیتونه رد کنه. تاریخی است که تاریخ نویسای صفوی نوشتن، تاریخ نویسایی که شاه اسماعیل رو نمیدونم شاه شریعت پناه میگن و شاه نمیدونم غازیان میگن و مجاهدین میگن و باز همینا میان همین شاه اسماعیل میگه شاه نمیدونم شاه اسماعیل کبیر ایران متحد کرد، در حالی که ایران تیکه تیکه کرد، ایران رو جدا کرد. مردمی که به فرهنگ ایرانی بودن همه از ایران متنفر شدن، همین چیز موند که حالا هست. حالا که وقتی انسان نفهمه یا خودشو به نفهمی بزنه یا فقط به اصطلاح شونیست باشه، یک نجات پرست 100% باشه، همین خاک برش مهم باشه که آقا خاک ایران متحد کرد، نمیگه که به چه قیمتی متحد کرد.
این متحد چه فایده داره که همین مردم رو کشت و بعد از مردمی از کشور دیگر آورد تو ایران ساکن کرد؟ تعجب میکنم از اینایی که ادعای وطن دوستی دارن. به هر حال این ادعای وطن دوستی رو کی نداشت؟ آقای یک شاعری هست به نام عرضم بزرگ شما که شما اسمش نشنیدید، در اصفهان بود. من از دوستان میخوام که یک میان برنامه رو نشون بدن، بعد از میان برنامه بنده بقیه صحبت‌های خود رو عرض کنم و شعر این شاعر رو براتون بگم. با سلام دوباره به شما بینندگان عزیز. گفتم به شما که مردم ایران اینجوری به تنگ اومده بودن از دست شاه اسماعیل صفوی که آرزو داشتن پادشاه روم، یعنی پادشاه ترکیه عثمانی، بیاد و ایران رو بگیره، یا هر پادشاه دیگری مثل امروز ایران. اگر ما شما نگاه کنیم، ملت ما اینقدر به تنگ اومد در حالی که اینقدر بلایی هم سرش نیومده. و من تعجب میکنم گاهی میبینم که آرزو میکنن که آمریکا بیاد و کشورشون رو بزنه، در حالی که آمریکا برای اینا خیر نمیاره. حالا اگه اونا پادشاه عثمانی رو میخواستن، پادشاه عثمانی پادشاهانی بودن که رحم داشتن، فارسی هم میدونستن، ادب دوستان بودن، دشمنی با ملت ایران نداشتن. ولیکن اینطوری ملت به تنگ اومده. امروز هم میبینیم که بعضی آرزو دارن که فقط میگه آمریکا بیاد اینا رو از بین ببره، هر چی شد. اون وقت هم همینطور شده بود. یک شاعری که شما اسمش نشنیدید و تاریخ دیگه فراموشش کرد به نام خواجه ملای اصفهانی این شعر رو سروده و برای پادشاه روم فرستاده. این شعر به پادشاه روم رسیده، پادشاه ترکیه عثمانی امروز که اون وقت روم بود، پادشاه عثمانی سلطان سلیم، و در اونجا محفوظ مونده. یعنی اینور که ثقافت فرهنگ ایرانی رو از بین بردن، هر چیزی که مربوط به سنی بود، یعنی همه چیز دیگه، شیعه‌ای که نبود غیر از اصفهان و کاشان. اینطور شعر فرستاده برای سلطان سلیم، اینطور نوشته، اونو دعوت کرده که بیاد ایران رو بگیره، دست این مردم ما رو نجات بده. تو شعر واضح میگه توی اکنون ز اوصاف شریفه خدا را و پیامبر را خلیفه. و سلطان سلیم میگه توی اکنون ز اوصاف شریفه خدا را و پیامبر را خلیفه. رواداری که گبر و ملحد و دد دهد دشنام اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. رواداری که گبر و ملحد و دد دهد دشنام اصحاب محمد. برای پادشاه روم گفته که تو حالا خلیفه یا خدا و رسولش هستی، بیا و ما رو نجات بده. میگه تو راضی میشی که گبر یعنی مجوسی، چون اینا مجوسی بودن دیگه، چون که کار مجوسی رو انجام میدادن، مثل که دو مجوسی که اومده حضرت پیامبر دستگیر کنن، سیبیل داشتن ریش نداشتن. پیامبر گفت چرا شما ریش ندارید؟ گفت که ما رو خداوند ما گفته که سیبیل بذاریم، ریشو بزنیم. پیامبر فرمود که الله من گفته که سیبیل بذارید، ریش کم کنید، ریش بذارید و سیبیل کم کنید. اینا همون بود، در قانون اینا ریش گذاشتن ممنوع بود. مجوس بودن، لواط که در مذهب مجوس هست شنیدم دیگه، یعنی شنیدم که در مذهب اونا در ذوق اونا بود، در مذهب اینا آزاد بلکه ثواب داشت. من براتون میرسونم که در مذهب اینا حلال بود. یه خواهم گفت وقتی که به علمای لبنان رسیدن تعجب خواهید کرد، براتون ثابت خواهم کرد که در مذهب اینها عمل قوم لوط رو حلال میدونستن و ددم بودن دیگه. رواداری که گبر و ملحد و دد، ملحد که بودن نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، دد وحشی بودن که اینطور حیوانات آدما رو میخوردن دیگه، مثل حیوانات آدما رو میخوردن. حیوانات از اینا بهتر بودن، چرا که حیوانات زنده نمیخوردن، اینا آدم زنده رو دماغشو و گوششو میخوردن. به هر حال این بود. و بعد از حالا بریم ببینیم شاه اسماعیل چیکار کرده. شاه اسماعیل که اون خاک توسط نفراش خاک فارس رو، استان فارس و بوشهر و هرمزگان و لنگه و عرضم بزرگ شما کرمان و بم و اینا رو به توبره کشیده، برگشته اومده به ایران مرکزی، به قم و کاشان. قم یک مردمی بودن شیعه مذهب، این دو شهر مذهبی شیعه بود، انصاف بدیم، ولی که اینا ایرانی نبودن. اینها چون قم یک شهر به اصطلاح کویر بود دیگه، کویر یعنی مثل فکر کنید یک جزیره دور افتاده کسی نمیرفت. اینا از دست در زمان امویه از اهل کوفه فرار کرده بودن، قیامی کرده بودن علیه
حاکم بنی امیه به فرار کردن اومده بودن اینجا و اینا مردم خرافاتی هم بودن. در کتاب‌های تاریخ اومده که اینها صبح هنوز که خورشید طلوع نکرده مردم قم مؤمناش به اصطلاح می اومدن بیرون شمشیر به دست و بیرون شهر منتظر بودن که صاحب زمان ما ظهور کنه. اون وقت هم منتظر ظهور صاحب زمان بودن و تا خورشید طلوع میکرد صاحب زمان ظهور نمیکرد، اندوهگین و ناراحت برمیگشتن، باز فردا می اومدن. این کار روزانه شون بود که کی بهشون گفته بود که ولی امر ما ظهور میکنه و ما میایم انتقام خود میگیریم. تا امروز هم ظهور نکرد و آقای بهجت قول داده بود، آیت الله بهجت، که تا من زنده هم ظهور خواهد کرد و مرد ظهور نکرد. آقای احمدی نژاد که امسال مژده ظهورش داده به شما خواهید دید که دروغ پشت دروغ است. به هر حال این تاریخ بوده. مردم قم رو طبعا شاه اسماعیل قتل عام نکرد و مردم کاشان هم بر مذهب معلوم نیست که است که این گفته میشه که همین قومی‌ها در همین اطراف کاشان هم بودن، کم کم اونجا رو آباد کردن و این دو شهر از اینا شد. اونا هم شیعه بودن، چرا که مولوی بلخی، جلال الدین بلخی که اسمش شنیدید، صاحب مثنوی معنوی، این که 3 قرن پیش از شاه اسماعیل زندگی میکنه، در کتاب مثنوی معنوی داستانی داره که در اون داستان ثابت میشه که مردم کاشان شیعه بسیار متعصبی بودن. چرا؟ داستان یک مردی رو میگه که نامش عمر بوده، اسمش عمر بوده و میره کاشان، میره یه دکانی که نون بخره و دکاندار میفهمه که اسمش عمره، بهش نون نمیفروشه و میفرستش به دکان دیگه، ولی داد میزنه که عمر اومد بهش نون بفروش، یعنی اینکه نفروش. و مولوی بلخی یک شعر جالبی از این درست کرده و یک حکمتی، من بعضی از بیتاش میخونم: گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس بنفروشد به 100 دانگت لواش. میگه اگر اسم تو عمر است در شهر کاش، یعنی شهر کاشان، هیچ کس به تو نون لواش نمیفروشه ولو که پول هنگفتی بدی. چون به یک دکان بگفتی عمرم، این عمر را نان فروشید از کرم. این عمر را نان فروشید از کرم. میگه اگر در یک دکان رفتی گفتی من، خودت معرفی کنی بگی من عمر هستم، خواهش میکنم به من نان بفروشید، چه خواهند کرد؟ او بگوید رو بدان دیگر دکان، زان یکی نان برگزین 50 نان. میگه بهت نمیفروشه، میگه بهانه میاره، میگه برو دکان دیگه و از اون 50 تا نون بخر. این از اینجا گوید آن خباز را، ولی وقتی که میره طرف دکان دیگه این داد میزنه که فلانی خباز، یعنی نونوار رو داد میزنه که ای نونوا، این عمر را نان فروش، ای نان با. این عمر رو میگه نان بفروش، یعنی اسمش براش معرفی میکنه که اون عمره. طبعا اون کی میفروشه؟ داره مولوی بلخی 3 قرن از اومدن شاه اسماعیل این شعر رو سروده. چون شنید او هم عمر نان در کشید، پس فرستادت به دکان بعید. میگه اونم که دید اسمت عمره، نانا رو پنهان کرد و تا تو برسی گفت که برو، من نون ندارم، برو اون دکان دیگه. کین عمر را نان دی انباز من، راز یعنی فهم کن ز آواز من. راز یعنی فهم کن ز آواز من. این عمر را نان دی انباز من، راز یعنی فهم کن از آواز من. یعنی این عمر نان بده ولیکن از آواز من بفهم که این آدم اسمش عمره، بهش نان نده. و او هم نمید. داستان طولانیه که شما اگه اسمت عمره در شهر کاشان نونی به دستت نمیریزه. پس معلومه که کاشانی شیعه بودن. در ایران به این پهناوری کاشان و قم و شاید سبزوار هنوز هم رگه شیعه داشت، چرا که گزارشی هست که سبزواری هم یک عده‌شون شیعه بودن دیگه، بقیه مردم ایران سنی بودن. و جالبه که ببینین عمر نمیدونه که کاشانی شیعه هستن، گرنه نمیگه من اسمم عمره. از این داستان مولوی بلخی متوجه میشید که ملت ایران اصلا نمیدونست که کسی با عمر بده. و حالا شما ایران امروز ببینید چقدر فرق داره. به هر حال وقتی که شاه اسماعیل به کاشان میرسه، کاشان طبعا با جنگ نمیکنه و نه اون با کاشان جنگ میکنه. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و حاکم کاشان که قاضی محمد کاشی اسمش بوده، اونقدر شاه اسماعیل ازش خوشش میاد، چون یک شهر کوچیک بوده، اون رو دستگاه خودش یک جا میکنه و اونم همراهش میشه. حالا مونده کجا؟ سمنان و فیروزکوه و این مناطق دیگه، جایی که نگرفته. حالا توی این مناطق مرکزی یک سمنان، یک فیروزکوه دیگه، همه جا رو گرفته. یک تهرانی نبود اون وقت. عرضم به حضور شما که گرگان اینجا و لشکر خود میاره. اونجا حکومت‌های مستقل بوده، یعنی حکومت‌هایی بوده. یزد و سمنان 2 حکومت جداگانه داشتن.
البته یزد در دست مراد بیگ بوده ولی یک آدمی از خاندان مراد بیگ اونجا بوده. به هر حال وقتی که اینها، جالبه بدونید که مردم سمنان زیدی مذهب بودن، یعنی شیعه بودن اما زیدی مذهب بودن، بر مذهب معتزلی هم بودن و مردمی بودن که به هر حال معتقد بودن، نماز و روزه و اینا داشتن، اختلافاتی به اهل سنت داشتن اما نه اختلافات عمقی. زیدی‌ها با ما چندان اختلافی ندارن. الحق بگیم که مردم سمنان هم زیدی مذهب بودن و طبعا اونا که این مردم اعلی به اصطلاح که نه نماز میشناختن نه روزه رو نه قبرار مرده رو در می آوردن، اینا کی قبول میکردن؟ لذا جنگ در میگیره. حسین کیای چلاوی که از خاندان به اصطلاح خاندان‌های قدیمی ایران بوده در این شهر حکومت میکرده و این با قزلباش میجنگه و قزلباش رو شکست میده. منتها شاه اسماعیل که وقتی شاه اسماعیل شکست تحمل نمیکرده فوراً خودش میرسونه و این جنگی باش در میگیره و این شکست میخوره و قلعه گلخندان رو ول میکنه، در قلعه‌ای که محبوس بوده و این طبق گفته تاریخ نویسای صفوی اونم میگیره پیر و جوان و قول خودشون پیر و برنا و صغیر و کبیر رو، زن و مرد رو، دختر و بچه رو، همه رو میکشه. تمامی صغیر و کبیر، این غیاث الدین خانمیر می نویسه، تمامی صغیر و کبیر و برنا و پیر عرصه تیغ تیز شدند و از آن دیار هیچ کس زنده نماند. یعنی یک نفرم زنده نماند. به نوشته ما اعتراف تاریخ نویس خودشون میگه باغ‌ها رو به آتش کشیدن. حسین کیای چلاوی فرار میکنه و میره کجا؟ میره به دژ استا. یک دژ محکمی بوده، کوهستانی بوده، اما چیز ولش نمیکنه آقای شاه اسماعیل و حمله میکنه و یک دژ بسیار محکمی بوده محاصره میکنه. معلومه دژا رو چجوری میگیرن؟ راه آبش میبنده. 45 روز این آدم مقاومت میکنه، آخر مجبور میشه تسلیم میشه. وقتی که تسلیم میشه ایشون رو به تمام مردم دژ رو که تقریبا 10,000 نفر بودن شاه اسماعیل میگه بکشید و خود همین چیز رو خیلی شکنجه میده. همین حسین کیا رو به خاطر که یه دفعه شکست خورده بود ازش، همین از کسی که شکست می‌خورده رو بیشتر چی میداده، زن بچه این رو میگیره و جلوی چشمش، خود اینم فکر کنید یک پادشاه رو لخت کنن، در قفس بندازن و این رو همچنان. این کاری که شما می‌بینید در تاریخ معمولا ملحدین و کسایی که دین ندارن یا حد اکثر همین نصارایی که به دین خودشون عمل نمی‌کنن وقتی در جنگ‌ها پیروز میشن طرفای مخالف خودشون رو لخت می‌کنن و زن بچه اینا رو هم لخت میکنه و بعد از تجاوز جلوی چشم همین حسین کیا اونا رو جلوی چشم در آتش میندازه. یعنی بعد از اینکه کار شنی رو باشون انجام میده و این تو قفس میبینین چه ظرف حال این بابا رو تصور کنید و اینم راضی نمیشه، دستور میده که به بدن شیره بمالن، توی قفس مورچه ها رو داخل میکنه و شب و روز اونا میگزن، بدنش چی میشه به اصطلاح تاول میزنه. شکنجه سختی بوده. آخر این آدم طاقت نمیاره، وقتی این همه چیزها رو میبینه طاقت نمیاره. یک روزی گردن خودش رو به همین قفسی که بهش بودن فشار میده، قفس آهنی بوده و گردن خودش رو پاره میکنه که خود بکشه راحت بشه و نگهبانا متوجه میشن و سعی میکنن که گردنش ببندن که شکنجه ببینه اما نمیره و 2-3 روز دیگه شکنجه میبینه، آخر جان به جان آفرین تسلیم میکنه و میمیره. یک بدبخت دیگه در همین دژ استا بوده که از خاندان همین سلطان یعقوب بوده، از بایندری ها بوده و این از پسرعمای خود قهر کرده بوده، فرار کرده بوده، اومده بوده مثل ما که امروز مهاجر شدیم، اومده به سرزمین همین حسین کیا و در اینجا پناهنده شده بوده. در همین دژ وسطایی بیچاره هم زندگی میکرده و طبعا دژ که سقوط میکنه ایران میگیرن و شاه اسماعیل که با خاندان مراد بیگ و الوند بیگ و خاندان اوزون حسن که با پدر بزرگش جنگ کرده بودن، یک خودش از اون خاندان بود از طرف مادر، یک کینه پدر کشتگی کینه شطوری داشت، این یکی رو دیگه بیشتر شکنجه میکنه. این همون کسی است که طبق یک شکنجه خطرناک دیگه اینها چی میکنه، از پشت پستش، گفتم یک شکنجهشون این بود، این رو خصوصا همینطور شکنجه میده، از مهره پشتش یک سیختی رد میکنه، از زیر گردنش در میاره، از فکر کنید از پایین تنش یک سیخ رد میکنه، از زیر گردنش در میاره، اون حالا این گریه کنه داد کنه برای اونا که مهم نیست و باز این همینطور میبره سر آتش و کم کم کبابش میکنه و این جیغ میزنه، جیغای وحشتناک تا میمیره و بعد از ریختن مردن این بابا دشمنی هم باشه نداشته، فقط چون که از اون خاندان بوده و در اینجا پناهنده شده بوده اینو میگیره و بس بعد دستور میده که قزلباشا گوشت پخته ای رو بخورن و اونا میخورن، استخونش میمونه، استخونش هم آتش میزنه و خاکسترش رو برباد میده. هم چیزی بوده.
یزد آخرین شهری بوده که شافعی‌ها توش زندگی میکردن و شافعی خیلی به اصطلاح متعصبی داشته. آخرین شهر بعد از اون دیگه مذهب حنفی دیگه هست، چون مذهب شافعی در این حدود بوده، کرمان و این طرفا، و یزد یکی از اون شهرها بوده و در اونجا هم صوفی البته بودن و خانواده نعمت اللهی، اونا سنی بودن اول، حالا شیعه هستن، در همینجا بودن. بالاخره بدعت ها زیاد داشتن که عذاب خدا سرشون اومد. قزلباشا که اومدن شهر گرفتن، همون جنایت ها رو انجام دادن که در همه شهرها انجام میدادن. بعضی از یزدی‌ها رفتند و محمد کرنامی هست در ابرقو، معلوم میشه که ابرقو هم یک شهر بود. حالا ابرقو رو ما میگه آقا برو ابرقو، آخر دنیا معلوم میشه حالا یک شهر، هیچ شهری نیست این چیز ابرقو، مثل که در تاریخ شهر بزرگی بوده. چرا یزدی‌ها از اینا کمک خواستن که بیاید به ما کمک کنید، شما قدرت دارید و اینا جنایت میکنن. محمد کره بیچاره مرگش رسیده بوده، نمیدونسته که ستاره شاه اسماعیل طلوع کرده و این میاد یزد رو میگیره و قزلباشا رو میکشه. شاه اسماعیل که با خبر میشه حمله میکنه و شهر رو محاصره میکنه. یک زرنگی که شاه اسماعیل داشته میگفته اینو برای من زنده دستگیر کنید و محمد کره در جنگ شکست میخوره و زنده دستگیر میشه. همون بلایی که سر حسین کیا آورده بودن سر این میارن و همون شکنجه ها رو میکنن، اما منتها این دفعه مواظبش میشن که وقتی مورچه‌های نیش میزنن، شیره رو به تنش مالیدن در قفس، چند تا شب و روز مواظبش هستن که خود نکشه تا بیشتر شکنجه ببینه. آخر شاه اسماعیل اینو میاره به بعد از یزد که میگیره برمیگرده به اصفهان، در همون میدان شاهجهانی که قبل از اینا ساخته شده بوده، در همون میدان این رو میکشه به همون طریق با شکنجه که مردمی که زنده موندن ببینن که دیگه هوس دین مذهب پدری خود نکنن و مذهب شاه اسماعیل رو قبول کنن. به هر حال بعد از گرفتن یزد تمام مناطق مرکزی و جنوبی و شمالی ایران به دست شاه اسماعیل میفته، علاوه بر مناطق غربی. حالا کجا مونده که شاه اسماعیل بره که این برنامه رو البته در برنامه دیگه میگم، فقط به صورت فهرستوار میگم. حالا پادشاه تیموری که نوه چهارم تیمور هست اما پادشاه خوبی، سلطان حسین میرزا آیونقور که به اصطلاح در چه زندگی در مشهد و هرات پادشاهیش بوده، این دیگه آخرین روزای زندگیشه. یک حمله بهش کرده بود در مرزش اما جلو نرفته بود. شهر طبس رو گفتیم که یک شهر کوچیک اما پر رونق بود، از بین برد همین شاه اسماعیل، اما از اون جلو نرفت و اونم دیگه سالهای آخر عمرش بود. خوششانسی شاه اسماعیل که در همون سالها اون مرد و بچه‌هاش به جنگ به جون هم افتادن. تنها اون منطقه خراسان از ایران امروزی، منطقه خراسان و سیستان و بلوچستان هنوز به دست شاه اسماعیل نیفتاده و قتل عام نشده، که البته اونها هم از بقیه مردم شیراز و اصفهان و سمنان و فیروزکوه و کازرون و نمیدونم تبریز و دیگر شهرها خوششانس‌تر نبودن. در برنامه بعد میبینید که بر سر اونها همین بلا میاد، غیر از البته مردم بلوچستان که خواهیم گفت چرا اونها رو نتونستن به اون صورتی که لازمه مثل جای دیگه قتل عام کنن. خب فکر میکنم وقت برنامه ما تموم شده. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود.
نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.